یک روز پیغمبر علیه السلام نزد یک بیمار به در آمدند و پرسیدند. بیمار هم جوان بود است. دیدند که حالتش بد است، حالت رفتنی دارد از این دنیا. گفتند که جوان چه آرزو داری همین دنیا در، چه خواب گفتنی داری؟ سانی پیام گفت که ای رسول خدا، گفت تستر همین جانم خدا گیرند. پیغمبر علیه السلام همچنین میگفته معقول نکردند. گفتند که هیچگاه خدا را مرگ طلب نکن، گرچنده که حالت بسیار وزنیننده باشد هیچگاه خدا را مرگ طلب نکن، بلکه بگو. گفته دعای دوست داشتگیشانه بیان کردند. گفتند که همه وقت زبانت به همین ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار گفته است. این دعای پیغمبر علیه السلام دوست می داشتند. معناش ببینید. ربنا ای پروردگار ما، آتینا عطا کن از برای ما، فی دنیا حسنه همین دنیا ما به نیکی عطا کن. یعنی نیکی همین دنیا چی است؟ اول همین نیکی همین دنیا خلق و رفتار بهترین داشتن است. خلق بهترین، بالاترین، با انصاف بودن. و اصلا نیکی همین دنیا چی است؟ اول تنی درست، خاطر جمع. برای تنی درست دریافتن باید انسان چیکار کند؟ حلال استعمال کند، حلال خورد، پاکیزه شود. یعنی که اولا گفتیم یعنی تنی درست. برای تنی درست دریافتن انسان باید که یعنی اول خلق رفتار نیک داشته باشد. اکثر انسان ها یعنی مثال اینفکت میشن، یا اینکه مثال بیمار میشن، دیگر کسلی ها میشن، یا از حرام خوردن میشن، یا اینکه از خلق و رفتار بد. یعنی وقتی که رفتار بد میکنن دیگر طرف هم رفتار بد میکنن. یعنی که همون رفتار بد یا که حقارت و بهتان خودش رو برمیگردد. از برای همین یکمین برای تنی درست یافتن یعنی چیکار کردن؟ یعنی که همین خلق و رفتار نیک و حلال خوردن. و دومین یعنی که خاطر جمع. انا نگاه کنید، برای خاطر جمع همین دنیا ما خاطر ما جمع باشد، پریشان نباشیم. از بالا ما بمبای و گرانت نمی آمدگی باشد، دیگر ما باز هر جمع باشیم، اتفاق، یکدیگر به دوست، هم عقیده، یکدیگر به خلاف، یعنی جنگ و جدال، یکدیگر به اوج و ستیزه، بهتان، کینه، یعنی که بخیلیگری، حسد نکنیم. اگر یعنی ما همین دنیا ها ما بهترین حالت که میگذاریم. انا ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه. اکنون اول همین دنیا ده حسنه، همین دنیا ها ما نیک شود، انشاءالله آخرت ها ما هم نیک میشن. اگر انسان همین دنیاش بد کنه، همین دنیا ده بگیم که راه افاقه به نبیا، چی میشه؟ آخرتش هم ضرر است. وگرنه ببینید همین اگر ناطی باشد، اگر ما سرجم آمده عبادت هم کرد نمیتونیم، خانمان هم عبادت خاطر جمعانه کرده نمیتونیم. یعنی برای همین این دنیای ما شما بسیار دنیای زیبای و ضرور است که همین دنیا ما چکار کنیم؟ یعنی خاطر جمع. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخره. اکنون همین آخره محترم دو معنی دارد. یکم آخری عمر ما حساب میاد و دوره پیران سالگی ها ما. برای دوره پیران سالگی ها مونده یعنی خاطر جمع کتی گویم که بهترین حالت انده باشین، فرزندای نیک تربیه کنید. فرزندت نفس تربیه کردین، دستی وای میگیرد. اگر فرزند نفس تربیه نکردین چون کند؟ پدر و مادرش خزدارگر خانه های میفروشونند. این خیلی فرزندای هم بودن. برای همین از تربیه سرکرده شده باید که آخرتش انسان، برای آنکه همین جوانی محترمانه همه خینگرهای میبردارد، لیکن پیری خینگرهای باشته نمیتوند. پیر به بسیار مشکل است. از برای همین یعنی فی دنیا و فی الاخرة حسنه. اکنون آخرت گفتیم دو معنا. آخرت ها مایا بعد از این دنیا رفتن با آخرت ها هم خداوند نیک گرداند. برای آخرت نیک شدن چیکار کردن؟ در کار امرهای الله سبحانه و تعالی جا به جا اجرا کردن.
برید. همین خداوند قرآننده امرش چیزی گفته باشد 5 وقت نماز، روزه رمضان، یعنی زکات دادن، حج بیت الله کردن، خب نماز جماعت خواندن، اینها همش فرمان الله سبحانه و تعالی است. باید که بنده اجرا کند همونه. از برای همین یعنی آخری همین دعا رو میگه وقینا عذاب النار، پروردگار مایه از عذاب نار، یعنی از آتش دوزخ نجات. یعنی مقصد اکنون از آتش دوزخ نجات چی است؟ یعنی که همون عملی دوزخی های پروردگار ما به نتی، ما به عملی جنتی های تی. اکنون محترم اهل جماعت اینجا 5 گوییم که شاید اکثری ما در ذهن خود این سوال داشته باشیم که آیا نظام دنیوی با طلبات شریعت مطابق است؟ یعنی همین سوال به یعنی پاسخ داده می شود که یعنی در شریعت ما مقاصد 5 یعنی مقصد 5 گانه هست. یعنی هم دنیای ما شما، هم دین ما شما. با یکم چی است؟ یعنی یکم یک حفظ دین، یعنی در همون من دولت دنیوی گفتیم حفظ دین، یعنی همون دولت دین خودش را محافظت کند. یعنی دولت ما شما دین ما خدا ما برای محافظت کردن 4000 مسجدهای جامعه یعنی گشاده مانده است. اعتقادهای دینی مردم برای اجرا کردن تمام شرایط‌های مهیا کرده است. دوم حفظ جان، یعنی جان شخص مسلمان در آن دولت در خطر نباشد. یعنی دولت جان مردمش سرحدها به مثال از جانب خدا ما یعنی فرزندای خدا ما یعنی که وظیفه دار کرده است که یعنی که ما شما در درون هم یعنی کارکنای حفظ حقوق یعنی که نمیمانند که مردم به ظلم کنند. یعنی جان مردم در امان باشد. اگر یک مردم به ظلم کنند اگر یعنی وای از روی قانون چون کنند جزاش میگیرد. سوم حفظ عقل، یعنی دولت حفظ عقل دارد، یعنی منع کردن همه چیزهایی که به عقل انسان خطر دارد، مثلا مواد مخدر یعنی نوشاکی‌های اسپریتی که عقل انسانیت میبرد. یعنی پیغمبر علیه السلام گفتند که کل مسکرین حرام، هر یک چیزی مست کننده حرام است، یعنی عقل انسانیت زهرآلود میکند. چهارم حفظ نسل، یعنی نسل مسلمان در خطر نباشد و بردوامی آن تامین گردد. یعنی دولت خوب شرایط فراهم آورده است که مردم یعنی عقد نکاحشون گذرانند و مثال برای جداشوی گویم آیله ها بسیار کارهای ضروری انجام داده می شود که آیله ها پاش نخورند. اگرچند که همین قدر کارها می شود، همین قدر سخنها می شود، لیکن با مابین جامعه انده همین جداشوی زیاد است. یعنی این هم یک کاری بد است که مردم یعنی که فرزندهای برای آیله کردن تیار نمی کنند، یا که همون قینت‌های خوشتامن‌ها بسیارتر همین چیز به خودشان مساعدت میکنند. این نمیشه گفته یعنی همین خیلی سخن‌ها میگن. پنجم حفظ مال، یعنی مال مؤمنان را اجباراً تصرف نکنند. یعنی اگر همین 5 هدف تامین باشد آن دولت با شریعت یگان اختلافی ندارد. پس از این رو عقل سالم باید در نظر وجدان خود پاسخ گویم که مگر این هدف‌ها در شرایط حاضره در نظام‌های دنیوی خوبتر و بهتری عملی می‌شود یا دینی. البته یعنی همین تنجی، امانی، آسایشتگی، آزادی وجدان یعنی آزادی دین و دیانت این بهترین گویم سرمایه و بهترین نعمت ما شما هست که امروز ما گویم که در دست داریم و شکر پروردگار آمده بی‌ملال یعنی عبادت‌ها ما خاطر جمعانه می‌کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدا هم ما هدایت کند. الله اکبر. محترم اهل جماعت، یک چند برادرای بسیار عزیزی ما خوب دعا به نامنویس کردن.